به نظرت واسه ساختن همچین منوهایی تو در توی چقدر لازمه وقت بذاریم؟ اصلا میتونیم بسازیمش؟ سلام، خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از من همایون شریفی هستم. اینجا چنل یوتیوب منه. این ویدیو قراره با هم دیگه آموزش ساختن ساب منو یا منوهای تو در تو رو به صورت حرفه‌ای یاد بگیریم. ببینید، مثلا من میخوام روی خدمات و محصولاتم یه ساب منوهایی داشته باشم. منوی اول باید زیرش باز بشه، منوهای بعدی باید از سمت چپ باز بشن. پس من یه دونه آیکون براش در نظر میگیرم، مثلا این آیکونه. اینجا برای محصولات و خدمات قراره یه سری ساب منو درست بکنم دیگه. پس میام اینجا یه آیکون بهش میدم، یه آیکون داخلش قرار میدم و سایز 24 رو بهش میدم. ما میخوایم وقتی روی محصولات هاور شد یه دونه ساب منو زیرش باز بشه. پس میام همونجا داخل ساب منومون، یعنی توی محصولاتمون، منوی محصولات، یه دونه تگ یو ال میسازم. روی سه تا الای مثلا قرار میدم، شما هر چند تا خواستید بذارید. یه دونه تگ ای میذارم، محتواشون باشه محصولات با شماره هاشون. اینو میسازم. پس این میشه ساب منوی ما، ساب منو باتم از پایین باز میشه. ببینید به این منو، به این یعنی منوی اصلی اون که قرار ساب منو داشته باشه، میگیم مثلا هست ساب منو باتم. من همینو دقیقا همین ساختاری که ساختم رو برای خدماتم کپی پیست میکنم. فقط اینا رو تغییر میدم چون قراره واسه هر دوتاشون ساب منو داشته باشه. مثلا اینو میذارم خدماتم و به اینم از ساب منو باتم میدم. یعنی این دوتا رو برمیدارم و توی CSS هم قرار میدم. یک کامنت براش میذارم ساب منو. اینجا یه دونه فقط هاور گذاشتم برای لینک ها که وقتی روی الای هامون هاور شدن یکم تغییر بکنم. میام اینجا اولین کاری که میکنم یه دیسپلی فلکس. اولین کاری که میکنم باید اول اینو من ابسولوت بدم بهش و به این پوزیشن ریلیتیو بدم که این نسبت به این تغییر بکنه. یه دونه تاپ 100% میدم، میخوایم از زیرش باز بشه دیگه، تاپ 100%. و حالا این نسبت به این میاد پایین. اینجا من یه دونه دیسپلی فلکس بهش میدم، دیسپلی فلکس باشه، الان آیتمز سنتر باشه و یه گپ مثلا 16 بهش میدم که آیکونمون و متنمون در یک راستا قرار بگیرن. این یه رایت هم میدم، رایت 0 باشه. خب الان بیایم ببینیم، یه دونه بک‌گراند کالر همینجا بهش میدم به این ساب منومون که بفهمیم چی کار کردیم. یه دونه بک‌گراند کالر بیاره نه ساب منو، یعنی ساب بیجن، اینو بهش میدم و میام اینجا. ببینید ساخته شد تقریبا اون منوهای ما. این اینسپکت از روش میگیرم، همینجا من استایل ها رو میدم. البته استایل خاصی هم نداره، فقط لازمه که به این ال آی هامون یه دونه پدینگ و اینا بدیم. مثلا این ال آی هامون رو اینجا انتخاب میکنیم، ساب منو باتم که داخلش یه دونه تگ ال آی قرار داره، برای من انتخابش بکن. پدینگ بهش بده، پدینگ مثلا 6 از بالا باشه، برم از سمت راست یا دورم باشه، برم از سمت راست باشه و 6 هم از وقتی جا باشه. فکر میکنم کافی باشه. خب حالا این که هم ساختارش به هم خورد. چرا؟ چون ما به این یه دونه ارز مکس کانتنت ندادیم. حالا میتونیم اینو بازی کم بیشتر هم بکنیم، همون سرم بذارم. خب حالا اوکی، ما الان نیاز داریم که این منوهامون در مرحله اول کلا هیدن باشن. پس میام اینجا اوپاسیتی 0 بهشون میدیم، ویزیبیلیتی هیدن بهشون میدیم و پوینتر ایونت نان. من میتونم اینجا مثلا اینو بکنم 95%، یکم یه افکت زیبایی بخوره وقتی منومون باز میشه. همین اول کار میام به ساب منو باتمم میگم هرچی المنت توشه کلا یه ترانزیشنه، حال بهش بده با 150 میلی ثانیه. این نیازی نباشه دونه دونه بخوام ترانزیشن بهشون بدم. اینم از این. حالا ما میایم اینجا
ساب منومون رو، یعنی استایل های باز شدنش رو بهش میدم. ببینید ما نیاز داریم که وقتی روی این دوتا هاور شد این آیکونه بچرخه و ساب منوی زیرشون باز بشه. پس میام اینجا میگم ساب منو هست، ساب منو باتم من هر موقع که روش هاور میشه یه دونه تگ SVG داخلش هست دیگه، اون تگ SVG رو برای من بگیر و ترانسفورم روتیت منفی 180 درجه بهش بده. این از این از آیکون ها. و اینجا حساب منو رو دوباره انتخاب بکن، پاور که شد یه دونه حساب منو واسم داخلش هست دیگه، اونو برای من انتخاب بکن. وسیطی 1 ویزیبیلیتی ویزیبل پوینتر ایونت اوتو و تاپ 100%. اینا رو برمیگردونیم به حالت دیفالتش و میام اینجا امتحان میکنیم و باز نمیشم. بریم ببینیم داستانمون چیه. اینجا حساب منو دادیم، بعد ساب منو باتن باشه. حالا درست شد. حالا که روشون هاور میگیریم یه همچین افکتی رو دارن، البته نمیدونم چرا ترانزیشنش کار نمیکرد. این دوتا رو من اشتباه داده بودم. حالا که بیایم ترانزیشنش هم کار میکنه. خب میریم واسه ساختن منوهایی که از سمت چپ اینا قرار باز بشن. واسه اینا یه سری استایل‌های تقریبا متفاوت میدیم ولی ساختار همونه. مثلا فرض بکنید توی محصولات ما من میخوام توی این منوی دومی چیکار بکنم. کجا رفتیم؟ توی این منوی دومی میخوام یه ساب منوی دیگه از سمت چپ باز کنم. در تقریبا همون ساختاریه که پیاده سازی کردیم واسه همینم پیاده سازی میکنیم. یعنی توی هیرو آیکونز من این آیکون رو انتخاب میکنم برای سمت چپ و اینم همون یکم کمتر به این میدیم، جیکتر باشه. خب اینجا دوباره یه دونه یو ال میسازیم، پیش 3 تا ال آی قرار میدم، پیش تگ A باشه، محصولات مثلا منوی چپ، درسته دیگه؟ آره، با شماره هاشون و یک کلاس متفاوتی باید بهم بدیم. ساب منو باتم نه، ساب منو لفت. این میشه ساب منو لفت و اون منویی که قرار روش هاور بشه که این باشه و قرار روش هاور بشه که ساب منو لفت ما باز بشه، ساب منوی هست، ساب منوی لفت بهش میگیم. تقریبا همینه، فقط با حالا اون مودیفایر لفت. و این دوتا رو من انتخاب میکنم میارم داخل اینجا و همینجا اینو مثلا میذارم ساب منو لفت ما باشه. البته خیلی استایلاشون تقریبا با هم یکیه، سری چیزای کوچیکشون با هم فرق داره، وگرنه بیشتر استایل هاشون فکر میکنم یکی باشه. آره دیگه، مثلا فکر میکنم ساب منو باتممون این رو میتونیم به ساب منو لفت هم بدیم، فقط با فرق این که باید اینجا تاپ این رو کلا 0 بذاریم، یعنی بالا باشه، دقیقا ما در راستای اون منوی والدش باشه یا منوی پرنتش باشه و رایتش رو اینجا ما 95% میذاریم. و این استایل های تقریبا ساب منو واسه هم دقیقا به همین میدیم. ساب منو هست، ساب منوی لفت دقیقا به همین میدیم. آره دیگه، همین استایل رو میخواد دقیقا. و اینو دیگه از اینجا بر میداریم. فکر میکنم چیز خاصی دیگه ای نداریم. حالا بیایم امتحان بکنیم توی محصولاتی باز میکنیم. خب الان باید ما کاری بکنیم که وقتی روی اینم هاور میشه، یعنی روی این محصولات دوی ما هاور میشه، این ساب منو لفت ما هم از حالت هیدن در بیاد. پس میایم همینجا دقیقا همین کاری که کردیم و اینجا میگیم هست ساب منو لفت ما وقتی که هاور میشه یه دونه ساب منو لفت که داخلش هست رو انتخاب بکن برای ما و دقیقا همین استایل ها رو بهش بده، با تفاوت این که تاپش دیگه 100% نمیشه، تاپش 0 میشه و فقط رایتش
100% میشه. و همین، فکر نکنم چیز خاصی دیگه ای باشه. بریم امتحان بکنیم. این محصولات ماست، این محصولات دو ماست. ببینید از سمت راست یه ذره میاد، از سمت چپ قرار میگیره و دقیقا این استایل‌های پدینگ هم باید به ساب منو لفت هم بدیم. یعنی دقیقا اینجا میایم و ساب منو لفت رو انتخاب میکنیم، میگیم اون ال آی که داخلش هست رو دقیقا همین استایل ها رو بهش بده و میبینید خیلی راحت ساخته شد. حالا باز میتونیم منوهامون رو عمیق‌تر هم بکنیم، مثلا این واسه این خدمات هم بسازیم. حالا من دیگه روی همین محصولات میسازم یا روی خدمات هم میشه، فرق زیادی نداره. من واسه اینکه تایم ویدیو زیاد نشه همینجا روی محصولات میسازمش. البته اینجا این بچه میبینید این اصلا تغییر نمیکنه و ما کجا این روتیت رو داده بودیم؟ اینجا میگیم که هر وقت هست ساب منوی لفت هاور شد اسویچی داخلش دقیقا همینجوری بشه، دقیقا مثل هم، خیلی راحت. این هم الان ساخته میشه و میتونیم مثلا یه دونه منوی دیگه هم داخل این دومی باز داشته باشیم. یعنی اینجا همین آیکون رو برای این هم قرار میدیم و باز میگیم اینجا یه دونه یو ال میسازیم، ستایل های میسازیم، توش یه دونه ای قرار میدیم، مثلا منوی چپ مثلا 2 اینجوری باشه. الان اینا ساخته شد. حالا نیاز داریم که به این چی بدیم؟ کلاس ساب منوی لفت میدیم و به این هم که قراره پرنتش باشه هست ساب منوی لفت میدیم. به همین سادگی ساختار ما ساخته شد. الان میتونیم هر چند تا که خواستیم و هر جا خواستیم راحت بذاریم و روی اینا هاور میشه، روی اینا هاور میشه و اینا خیلی زیبا و ساده نمایش داده میشن. به همین سادگی هیچ چیز خاصی نداشت و تونستیم منوهامون رو بسازیم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد و براتون مفید بود لطفاً برای دوستاتون شیرش بکنید، لایک بکنید، کامنت بذارید حتما برام، سابسکرایب بکنید، زنگوله رو هم بزنید. کلی ویدیوی آموزشی جذاب دیگه در راهه و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون باشه.